به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. من امیررضا کلانترنژاد هستم. تو این جلسه میخوایم یک پروژه معمولی صفحه لاگین رو با دانشی که تا اینجا به دست آوردیم بزنیم که هم مطالب قبلی یه جورایی ریویو بشه، هم ممکنه یه سری مطالب جدید باشه و همین که مبحث فرممون کامل شده حالا یه پروژه‌ای هم داشته باشیم. خب میخوایم توی پروژه صفحه لاگین معمولی بزنیم. اول یه فولدر بسازم، تو اینجا اسمش رو بذاریم پروجکت. خب تا اینجا رو که یاد گرفتیم، ما یه صفحه الان ایندکس یا اسمش ایندکس چی بذارم؟ خوبم اون index.html و یه دونم CSS هم استایل هم لازم دارم چون قراره یه سری استایل هم دستی بدم. تا الان یاد گرفته بودیم که می اومدیم از اون داکیومنتی که داشتیم، از اون فایلایی که دانلود کرده بودیم برای از سایت بوتسترپ، از اونها استفاده می‌کنیم. اما اینجا بیاین یه روش دیگه هم تست کنیم. بزنیم بوتسترپ حالا 5، یه اینتروداکشن داره. توی این اینتروداکشن لینک داره، یعنی لینک مستقیم داره به کجا؟ به خود سایت بوتسترپ. و اگر به اینترنت وصل باشید با استفاده از این کد شما میتونید چیکار کنید؟ بیان به خود ریپوزیتوری یا کدهای بوتسترپ تو سایت خودش دسترسی داشته باشید و دیگه نیازی نیستش که دانلود کنید رو سایتتون رو بزنید. حالا ما روی این پروژه بیاین از این روش استفاده کنیم. من کلش رو کپی کردم، برام زیاد مهم نیستش. ببین اینجا یک فایل داره گفته برای استارت، این ساختاریه که ما داریم. خب ما که میخوایم همین کار کنیم، بیاین کپی میکنیمش میندازیمش اینجا. کجا رو لازم داریم؟ ایناش که حالت معمولی کار بهش نداریم. این لینک رو لازم داریم. اینجا بنویسیم مثلا لاگین پیج. هلو رو لازم نداریم، اینا کامنتن، لازم نداریم. این اسکریپت رو لازم داریم، اینا رو هم فعلا لازم نداریم. همین یه خطش کافیه برام. اوکی؟ خب پس این شد ساختارمون، ولی اون لینک خودمون هم اضافه میکنیم چون استایل خودمون هم هست دیگه. پس لینک CSS که خب هم چون اسمش هم درست نمیشیم اوکی همین. خب این از مقدماتش. مرحله بعدی من میخوام یه دایو بذارم که اطلاعاتم تو اون دایو باشه. دایو کلاس کانتینر داش فلوید. ایرادش این روش اینه که میبینیم مثل موقعی که من دارم راهنما میاره، الان راهنما به اون صورت خوب نمیاره. حالا امیدوارم تو ادامه شاید حل بشه قضیه، ولی خب فعلا که داره این کار میکنه. خب من یه قسمتی رو برای وسط صفحه میخوام درست بکنم، اسمش گذاشتم یعنی از کلاس کانتینر فلوید استفاده کردم. بعد بریم دوباره تو سایتش، میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ ببینید مبحثی که ما تدریس کردیم اینها بود. حالا یه اوورویو داره، یه فرم ساده داره، همچین فرمی داره. میتونین این کد رو کپی کنین، برین اینو بندازیم اونجا ازش استفاده کنیم. میتونیم بنویسیم که هر دو حالتش برای ما فرقی نمیکنه چون ما قراره خیلی دستکاری بکنیم. خب بیاین همین رو ببریم که زمانمون کمتر گرفته بشه. خب الان از اینجا فرم باز شده تا کجا؟ تا اینجا. خود فرمم بهش میام کلاس میدم، میگم کلاس داری شما. اولا بک‌گراندت بیجی داش وایت، سفید باید باشه چون میخوام بک‌گراند صفحه رنگی کنم. دوم اینکه مارجین توی محور ایکسش اوتو باشه. سوم اینکه یه پدینگ 4 بهش میدم و در نهایت میگم گوشه هاتم روندد 3 باشه. خب این از این موضوع. حالا بعد از این یه تگ
حالا h4 میذاریم که اینجا نوشتیم چی؟ لاگین همچین چیزی. به اینم یه کلاس تکست داش سنتر میدیم که متنش وسط بیاد. خب فونتش رو میخوام یکم تغییر بدم، از fs داش حالا مثلا 6 5 از این استفاده کنم. fs میشه فونت سایز شماره 6. میخوام بولدم بکنم، میشم فونت ویت بولد. اوکی، این دوتا مقدار بهش دادم. تا الان چی درست کردیم؟ تا الان این شده کار ما، این اون لاگینی که آوردم، این هم این مطالبی که تا الان اینجا برای ما اومده. اما یه سری چیزاشو باید حذف کنیم. چرا به این سفید دادم الان متوجه میشیم. ببینیم چیا رو حذف بکنیم. اولا این دایو اینجا رو پاک کنیم، این لازم نداریم، همین دوتاش بسته برام. بعد دیگه از یکی پایینی چی؟ از یکی پایینی پسورد، همین دوتا رو لازم داریم دیگه، درسته؟ پس این یکی رو من لازم ندارم، چک باکس رو. ولی چک باکس رو خود حالا اگه چیزی لازم بود اضافه میکنم بهش. میخوام فورگت پسورد بیام اضافه کنم. حالا کجا ببریمش؟ این پاکش کنم فعلا. BTN سابمیت شو مثلا میذاریم چی؟ میگیم که این متنش بشه لاگین. خب این یکی یه اسپیس بزنم، یه دونم این دوتا، درسته؟ خب این دوتا رو که من دارم توی این قسمت من میخوام یه فورگت پسورد بزنم، یه دایو میذارم که این دایو فقط یه متن، مثلا حالا آیدیش میگیم آیدیش باشه کنم، حالا هلپ هست یا ایمیل هلپ، ایمیل هلپ همون چیزی که بود. کلاس هم بهش میدیم، اول بنویسم چی میخوام بنویسم forget پس. خب دوستان میدونید که اینو باید به صورت تگ A بزنیم، حالا چون کلیک بشه کنم قابلیت کلیک نداره، ولی خب زیاد برامون مهم نیست، شما میخوایم فقط ساختار رو ببینیم. تگ A رو میتونیم بذارید. کلاس بهش میدیم کلاس چی؟ میگیم که آقا شما فرم داش تکست هستی و از بالا هم یکم فاصله بگیر. ببین شد این. خب این همون لاگینمون و فعلا مطالبمون اومد. تا اینجا رو داشته باشین. بریم اول بک‌گراند رو درست کنیم. خب ما میخوایم بک‌گراند صفحه رو درست کنیم، پس میایم اینجا. اول که سایتمون رو باید رفرش کنیم، بگیم مارجین 0 پدینگ 0 باکس سایزینگ وردپرس. خب این مورد اول. مورد دوم میخوام یه بک‌گراندی به بادی بدم، به کل صفحه بدم. میگم بادی بک‌گراندت به این صورت از لینیر گرادینت استفاده میکنیم، یعنی خطی با زاویه 90 درجه. میگم توی محور 90 درجه، یعنی افقی داریم مقدار میدیم. رنگات اینطوری باشه، شروع رنگو با این رنگ. حالا بچه این رنگ سلیقه‌ای دیگه، حالا من اینو حال کردم باش. یه سورمه‌ای ماننده. کجا شروع شه؟ از 0% تو شروع شو. بعد رنگ بعدی 1B 3358 شما تو 35% باش و پایان کار با این رنگ باشه 47 366 تو قسمت 100%. ببینید این شد کارمند، این اون رنگه و اینم اون فرمی که داریم. بک‌گراند حالا متوجه شدیم برای چی بود. خب میتونیم بهش یه فونت فامیلی اینجا ست کنیم، بگیم فونت فامیلی که داری مثلا همین باشه. مثلا چیه؟
نه خوشگل نیست. یکی دیگهش بود، من با این بیشتر حال میکنم. آره این قشنگ‌تر دیگه، سلیقه‌ای باشه. خب حالا میگم فرمی که دارم قراره یه سری ویژگی هم اینجا دستی بزنم. ببینید بچه‌ها، برای که ما اندازه به این بدیم کافیه به این فرم بیام بگیم W داش، حالا مثلا یه عددی 100 25 50 70، این درصده، درسته؟ ولی اگه من از این استفاده کنم بعد مدیریتش توی ابعاد پایین رو نمیتونم انجام بدم چون MD نمیگیره روی ویتس. پس مجبورم بیام تو استایل بنویسم، میگم ویتس تو هست 25%. خب حالا نگاه کنین این کوچیک شد اینقدر و به بالا چسبیده. حالا اونا رو درستش میکنیم. میخوام از بالا از تاپ یه فاصله بگیره. MT بود دیگه. ببین MT که من دارم 1 2 3 4 5 که با یه گفتم ضریبی داره. فکر کنم 20 بود، 20 پیکسل. عددش برام کمه، دوست دارم بیشتر بیاد پایین، پس مجبورم اینجا دستی بیام بگم مارجین تاپت 150 پیکسله. پس اینا که میبینی اینجا 150 خیلی زیاد شد. فکر می‌کنم اگه اینو پس ازش بگیریم بریم اینجا بهش بگیم MT داش چند، مثلا 4ش ببینم چقدر میشه. پایین کمه، ببینیم 5 دیگه ماکسیموم، 5 هم میفته اینجا. بعد این زوم آخه 150%، اصلش اینه، الان اینه صفحه. خب 5 کمه، این باید بیاد یکم پایین تر، پس به درد من نمیخوره این MT 5. پس مجبورم بیام اینجا دستی بگم مارجین تاپت 150 پیکسل. زوم بود به خاطر این متوجه نشدیم، ببخشید. من گوشم سایلنت کنم. خب اوکی. خب بریم بقیه کار. پس اینم از این. حالا بریم سراغ یه کم که رنگارم بدیم که بعد برگردیم تو اون قسمت. موضوع بعد اینه که این فرم کنترلرهای من اینا این اینپوت ها میخوام یه رنگ و بک‌گراند داشته باشن. خب پس اینو میام اینجا دات فرم کنترل من کالرش ببینید چون مقدار خاص میخوام بدم مجبورم اینجوری بدم 2 4 6 تا و آخرش DE. یه حالت اسموستور داریم در میاد، یکم غلظت رو داریم میکشیم پایین. و بوردر باتم داش کالرش، رنگ خط پایینی هم بشه 2 4 6 بی. یکم اینم ببینیم محوتر شد. حالا این چیه قضیهش؟ میخوام ببینید این الان 4 تا خط داره، 1 2 3 4. میخوام 3 تاشو محو کنم، فقط این که زیری رو نگه دارم برای خودم. پس برای همین دارم این کارا رو میکنم. بعد دیگه اون دکمه هم باید 2 تا قضیه داشته باشه، یکی بک‌گراند داشته باشه. این دکمه‌ای که اینجا داریم BTNی که داریم اینم یه بک‌گراند داشته باشه. بک‌گراند رو چی بذاریم؟ همین بک‌گراند اینجا رو بذاریم. بعد ارزش رو میتونم اونور درست کنم. بوردر ردیوسش هم مجبورم دستی بدم چون 50 پیکسل در نمیاد. روندت فقط 1 تا 3 داشت مقدار. خروجی کار ببینین این شد که گرد شد. حالا چجوری بزرگش کنیم؟ کافیه اینجا بیایم چیکار کنیم؟ بهش یه دونه W 100 بدیم، بگیم W 100 یعنی بیتست 100% باشه. ببینید چقدر قشنگ. خب اینا از این اوکی. بعد دیگه چیکار کنیم؟ دیگه ببینم لازم چیز دیگه هم اضافه کنم به این. اینو زدم، کنترلراش هم زدم، فرمش هم زدم، بک اینا زدم. اوکی خب تمام. برگردیم سراغ HTML مون و حالا بقیه کارا رو با بوتسترپ انجام بدیم. بریم از اون اول. فرم کنترل بک‌گراند دادیم، اتو پدینگ روندم کردیم، کارش تمومه. این متن کاراشو انجام دادیم، تمومه.
این دایره ارتفاع مارژین باتمش 3 اوکی، ولی از بالا هم یکم فاصله بگیره به این نچسبه. پس میگیم امتی داش مثلا 5 خیلیه 4 بستش. خب 4 تا کشیدمش پایین تر. بعدش لیبلمون چی؟ لیبلمونم بولد بشه، پس فونت ویتش بشه بولد. ببینین یکیشون بولد شده که دیگه نمیشه کدوم. آها پسورد رو بولد کردم، اینم بولد نکردم. این امتی 4 که ببینید واسه من بپایین واسه فونت ویت بولد. خب دوتاش بولد شد، این و این الان بولد شده. حالا میخوام این اینپوت رو چیکار کنم؟ درستش بکنم. میگم سایه نداشته باش، شادوش نان باشه. بوردرش هم حذف کن. بوردر رو که حذف کردی بوردر باتم رو بهش بده. اوکی؟ و بوردر باتن رو راندد کن، راندد باتن. وقتی رانددم کردی ببینید رانددش این گوشه هاش اگه زوم بکنیم هست هنوز، میبینید؟ فقط به خاطر که اونم بره یه دونه راندد پیل میذارم، کارش تمام. اوکی خطش خوب شد. حالا کل اینا رو چون این از اینجا بود دیگه، اینو از اینجا تا اینجا برای این یکی پایینی هم بذاریدش. اوکی بیا این یکی هم اوکی شد، اینم اوکی شد. خب چیز دیگه ای میمونه. آره یه فاصله اینم چسبیده به اینم یکم بکشیمش پایین. کیو بکشیم پایین؟ این دایره رو. بگیم تو هم یه MT4 داشته باش. اینم فاصله گرفت از این. بین این لیبله با این اینپوت هم دیگه فاصلش استاندارد، یعنی کاریش نمیشه کرد. دکمه‌ای که گذاشتیم چیز دیگه ای براش بزنیم. آره یه بوردر 0 براش بزنیم که خطش حذف بشه و تمام. چیز دیگه ای میمونه. این متنی هم که داریم کلاسی که بهش دادیم یکی فرم تکست بود، یکی هم MT3 بود که فاصلش کمتر کنم بهتره، چون من آره این معمولا اینجوری چسبیده به زیر این، البته 2 خوبه. اینم از این. خب کار تموم جمعه، ولی یه چیزی باگ داریم. اینو اگه از یه حدی کوچیک‌تر بکنیم ببینیم بد میشه. خب می‌خوایم اینو چیکار کنیم؟ بگیم از یه حدی کوچیک‌تر شد دیگه بشه 100%. برای اینم میریم چیکار می‌کنیم؟ این پایین یه only اسکرین درست می‌کنیم. دلار مدیا اسکرین یه only بذاریم، only اسکرین and max ویتسش میگیم تا حد اکثر 800 زیاده 700 پیکسل این اتفاق بیفته، فرم ما ویتسش بشه 100%. اوکی. حالا خروجی کار مرسی که هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینیم کجا اشتباه زدیم. فرمش بشه 100%. ایمپورتنت رو ببینیم درست میشه. نهصد 800 نه اعمال نشد. خب بریم ببینیم چی اشتباه زدیم. اصلا مدیا only screen and کلمه مکس رو درست نوشتم. max dash width. کلمه فرم چی؟ درسته؟ درست شد. همون اسپیسی که اونجا گذاشتم
کار رو جمع کرد. ایراد بعد از اون اسپیس بود. ببینید تا 700 به این صورت، از 700 به بعد دیگه میره تو اون ابعاد دیگه. حالا این ابعادش دست خودتونه، میتونید کم و زیادش بکنید. خیلی خوب، امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. تا جلسه آینده همتون رو به خدا میسپارم.